11 درس زیبا از آلبرت انیشتین برای رسیدن به موفقیت و زندگی بهتر که به گفته خودش در هیچ دانشگاهی تدریس نشده است و بسیار لازم و ضروری است که بدانیم و از آنها در مسیر رسیدن به آرزوها و اهدافمان استفاده نماییم. درس شماره 1: هرگز از چیزی که می‌خواهید دست نکشید. برویم سراغ درس دوم و بعد از آن به توضیحات درس اول و دوم یک جا می‌پردازیم. درس شماره 2: قدرت تخیل مهمتر از دانستن است. اکثر مردم در دوران حساس نوجوانی که دوران رشد آنها است، آرزوها و اهداف بزرگی دارد که به مرور زمان از طرف این و آن، از طرف دیگران مورد سرکوب قرار می‌گیرد، مورد مسخره قرار می‌گیرد و دیگران از نرسیدن ها و ناامیدی ها برایشان و غیر ممکن ها برایشان میگوید که بالاخره آنها هم ناامید می شود و دست از تلاش کردن بر می دارد و متوقف می شود. و یا شما همکنون در همچین شرایط قرار دارید که از طرف دیگران هر روز ناامید می شوید. بسیار لازم و ضروری است که به این توضیحات با دقت گوش کنید. حضرت امام علی علیه السلام هم در این باره نیز گفته است که ناامیدی بدترین بلاست. اگر به گفته امام علی دقت کنیم بیشتر متوجه می شویم. وقتی که ما ناامید می شویم در واقع متوقف می شویم، یعنی دست از تلاش کردن بر می داریم و این می تواند ما را به حالت اولیمان قرار بدهد، یعنی به همان حالتی که قرار داشتیم به همان حالت می مانیم و باعث می شود که هیچ وقت پیشرفت نکنیم و به آرزوها و اهدافمان نرسیم. در واقع ما متوقف می شویم و اینجاست که باید دقت کنیم به درس شماره 2 از انیشتین که گفته بود قدرت تخیل مهمتر از دانستن است. اگر به تاریخ نگاه کنیم، آدم‌هایی بودند که غیر ممکن را ممکن ساختند. مثلا زمان بشر باور داشت که زمین صاف است. یک نفر آمد و ثابت کرد که زمین کروی است و باور بشر را تغییر داد. یک زمان همه باور داشت که پرواز غیر ممکن است. یک نفر آمد و این غیر ممکن را ممکن ساخت. پس به قدرت تخیل خود باور داشته باشید و به درس اول انیشتین نیز توجه کنید. هرگز از چیزی که می‌خواهید دست نکشید. افرادی که رویاهای بزرگی دارد هرگز تسلیم نمی‌شوند. پس تلاش کنید و تلاش کنید. درس شماره 3: یک کشتی در ساحل در امنیت است، اما برای این ساخته نشده است. بسیار زیبا. شما در راه رسیدن به اهدافتان ممکن است با چالش‌های طاقت فرسایی روبرو شوید، اما اگر به طرف اهدافتان نروید ممکن است با هیچ سختی روبرو نشوید و همیشه در آرامش باشید. شما در واقع برای این آفریده نشده اید که بخورید، بخوابید و با هیچ مشکلی روبرو نشوید. اگر می‌خواهید به اهدافتان برسید باید تنبلی را از خود دور کنید و در ساحلی که در آرامش هستید نمانید، بلکه به طرف اهدافتان قدم بردارید و خطر کنید. از سد سختی‌ها بگذرید تا با آرزوها و رؤیاها و اهدافتان دست پیدا کنید. درس شماره 4: زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای نگه داشتن تعادلتان باید به حرکت ادامه بدهید. خیلی از وقتا زمانی که برای رسیدن به اهدافتان تلاش میکنید ممکن است دلزده و سرد بشوید و برایتان ملال آور و ناممکن به نظر بیاید، اما باید ادامه بدهید. سختی ها تمام می شود و کسی موفق خواهد شد که ادامه بدهد، متوقف نشود. متوقف نشدن و ادامه دادن یک درس مهم دیگر از انیشتین است. درس شماره 5: تلاش نکنید فردی موفق بشوید، بلکه تلاش کنید فردی ارزشمندی بشوید. برای رسیدن به موفقیت الزامی است که فردی ارزشمندی باشیم و نیت و کار و هدفمان این باشد که برای بشر کاری کرده باشیم و تلاش کنیم که جهان را به جای بهتری تبدیل نماییم و سهولت برای دیگران ایجاد نماییم. و این بذر ارزشمند بودن است که ما میتوانیم آن را بکاریم و در نهایت زمانی به موفقیت و آرزوها و اهداف و رؤیاهایمان
دست پیدا میکنیم که ابتدا فرد ارزشمندی باشیم. درس شماره 6. معلومات چیزی است که بعد از فراموش کردن آموخته های مکتب یادمان میماند. در واقع معلومات همان چیزهایی هستند که ما بعد از اینکه در مکاتب یاد میگیریم و فراموش میکنیم برای ما باقی میماند. در اینجا باید به فراموشکاری انسان اشاره نماییم. انسان موجود فراموشکاری است و در واقع معلومات ما و علم ما همان چیزهایی خواهد بود که بعد از فراموش کردن برای ما باقی مانده است. یعنی این که هر آنچه را که فراموش کردیم. هر چیزی که برای ما باقی مانده است دیگر هرگز فراموشمان نمی شود و در مغزمان حک شده است. پس باید تلاش کنیم هر چیزی را که می آموزیم در مغز خود حک نماییم تا دیگر هرگز فراموشمان نشود. درس شماره 7. همه نابغه هستند، اما اگر یک ماهی را بر اساس توانایی‌هایش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنیم تمام زندگیش بر این باور میماند که آن یک احمق است و این مهمترین درس است. ممکن است شما یک سخنور خوبی نباشید اما میتوانید یک دکتر فوق العاده بشوید، یا ممکن است یک دکتر خوب هم شده نتوانید. استعداد و توانایی‌های تو برای مهندس شدن یا انجینیر شدن باشد و بتوانی یک مهندس و یا انجینیر فوق العاده بشوی. یا ممکن است هیچ کدام اینها نباشد، شما یک هنرپیشه خوبی شده بتوانید. پس قبل از اینکه وقت خود را بیهوده مصرف کنی باید جستجو کنی و بفهمی که تو کی هستی و استعداد و توانایی های تو برای چی چیز کارگر است و تو برای چی کاری آفریده شده ای. یادتان باشد که یک ماهی هرگز پرواز کردن نمیتواند و یک پرنده هم شنا نمیتواند. درس شماره 8. هیچ وقت از پرسیدن دست نکشید. کنجکاوی دلایل خاص خودش را برای وجود داشتن دارد. هیچ وقت از سوال کردن هراس نداشته باش. تا وقتی هر موضوع برایتون به وضوح نرسیده، واضح نشده، متوالی پشت سر هم سوال کن و آن سوال را زیر سوال ببر. آن موضوع را زیر سوال ببر. اگر این گونه نباشد تو هرگز به چیزی که میخواهی دست پیدا نمی کنی. تا وقتی که تو از سوال کردن هراس داشته باشی قطعاً با آنچه که لازم است دست پیدا نمی کنی و بارگاهایت نخواهی رسید. درس شماره 9. اگر نمی توانید چیزی را به سادگی توضیح دهید یعنی آن را به اندازه کافی درک نکرده اید. اگر شما یک ایده ای دارید و اگر آن را نتوانید به یک شخصی که درباره اش هیچ معلوماتی ندارد توضیح بدهی پس هنوز هم خودت درباره آن معلوماتی کافی و لازم را نداری. لازم است که از ایده‌ات صرف نظر نمایی یا درباره اش اول به اندازه کافی معلومات حاصل نمایی و بدانی و درک کنی. درس شماره 10. من استعداد خاصی ندارم، من فقط مشتاقانه کنجکاو هستم. باز هم انیشتین درباره کنجکاوی و سوال پرسیدن تأکید می‌کند که می‌تواند هر کسی را به آگاهی برساند و شاید اشاره هم دارد بر تمرین کردن که تمرین کردن یک قدم دیگر برای موفقیت است. درس شماره 11. 5 چیز را هرگز به هیچ کس نگو. مشکلات روابطت را، مقدار پول حساب بانکیت را، مشکلات خانوادگیت را، نقاط ضعف خود را، اهدافت را. دوستان نهایت عزیز، اگر می‌خواهید به مسیر خوشبختی تان مسلح تر باشید ما را دنبال نمایید. لایک ها و کامنت های زیبای شما برای ما ارزشمند است. تشکر که تماشا نمودید.